فوتبال میتونه همه چیزایی که یک نفر از دست داده رو بهش برگردونه. مثل فرانک ریبری که از بچگی به جای پدر و مادر فقط یه زخم رو صورتش داشت. فرانک با یه توپ فوتبال کاری کرد که بقیه موقع نگاه کردن بهش به جای صورت زخمی یکی از بهترین وینگرهای تاریخ رو ببینن. جام جهانی آلمان کنار صحنه‌های تاریخی گروسو و زیزو فرصت معرفی بازیکن منحصر به فرد بود. کسی که برخلاف ظاهر خشنش خیلی فانتزی بازی میکرد. آلمانی‌ها یه سال بعد ریبری رو برای بازی تو بایرن به کشورشون برگردوندن و بیش از یه دهه هم نگهش داشتن. او با 9 تا جام بیشتر از هر تیم غیر از بایرن قهرمانی بوندسلیگا داره و بهترین بازیکن اونا تو تنها سگانه یه تیم آلمانی بوده. هرچند دو قطبی مسی و رونالدو نذاشت دستش به توپ طلا برسه.